درود دوستای عزیز، خیلی خوش اومدید. یک تیکه از شاهکار آقای عباس جمشیدی فر میریم با هم ببینیم. یه چیز در مورد افغانستان بگو. یه چیز خوب بگو. آخه افغانستان آقا میگه یه چیز خوب بگو، احتمال میداده گند اسم بزنه. افغانستان بیاد شما چه فکری میکنی؟ آقا بخوای از شما دارم سوال میکنم. مثلا میگه کشور افغانستان دوست همسایه برادر. نه، ولی وقتی میگیم اصفهان ما میگیم پولکی، مثلا سوغاتشون. مثلا میگیم کرمانشاه که شهر پدری منه میگن روغن کرمانشاهی. خب مشخصه وقتی میگه افغانستان همه میگن تریاک. چیز خشخاش. پشماش ریخته قیاسی. میگن که به به رفته افغانستان، مثلا بره مثلا پنشی رو ببینه میگه او رفته افغانستان. خب چرا به عنوان گرداننده چیزی نمیگه آقای قیاسی اینجا؟ چرا میخنده؟ چرا عکس العملی نداره؟ مثلا پنشی رو ببینه میگه او رفته افغانستان. خب چی آوردی با خودت؟ چی آوردی واسه خودت؟ عباس ناراحت میشن، زشت همزبونیم. یعنی چی اونجا پر آدم؟ باریکلا به شعور این دوست عزیز که تو برنامه. ما چطور برین صادر میکنیم؟ آقا داروه، اگر صادر نمیکنه نباشن این کارخانات داروسازی اصلا کارخانجات داروسازی چی دارن که بسازن؟ اگر اون کشور نباشه کل دنیا درد میکشه. من هر وقت که درد دارم چیه خب الان این واقعا بامزه است. من نمیفهمم اصلا حرفمون. آقای عباس گند زدی آقای جمشیدی. اگر اون کشور نباشه کل دنیا درد میکشه. من هر وقت که درد دارم واقعا میگم دعاشون میکنم. 2097 من چون سنگ کلیه اکثر اوقات سنگ کلیه دفع میکنم. کلیه هم سنگ این که سازه. ماه و شعیر باید بخوری. عزیز من ماه شعیر بخوری فشار یه چیز دیگر رو زیاد میکنه. اصلا تو دریوری چی برای که میگن؟ هندل شه. بله اون دردتو ساکت میکنه. اونم فقط و فقط مختص برای یک کشوره در کل جهان. اونم برای کشور عزیز دوست همسایه افغانستان که یه گلهای بنا این شبیه لاله است، ولی این برگاش که میریزه یه دفعه شبیه گرز میشه. تجربهش بالا بود، اطلاعات خوبی بود. خیلی از این رسانه‌ای که فرصتی که داشته میتونست استفاده بهتری بکنه که اول اینکه مجبور به عذرخواهی نشه به خاطر فشار رسانه‌ای که روش ایجاد شد. دوم اینکه میتونست حرف بهتری بزنه راجع به افغانستان، مثلا بگه تحصیل دختران، پیشرفت بیشتر، بهبود شرایط. خیلی فرصت خوبیه دیگه موقعی که توی برنامه به عنوان یک هنرمند شرکت میکنی مطمئنا حرفت شنیده میشه و وقتی این حرفو میزنی میدونستی که قراره توی فضای مجازی نارضایتی‌ها بیشتر بشه. من تعجب میکنم این مجری برنامه چرا هیچی بهش نمیگه و چطور این قسمت رو در نیاورده. یعنی خود عباس جمشیدی فر نفهمید حرف بدی زده، بگه فلانی من اینجا توپق زدم. دو تا جاش خب میری توپق میزنی، حرف نامناسبی میزنی، بگی آقا اونجا رو درار. با رضایت برنامه رو ترک کرده، نخواسته درش بیاره و مجری هم همینو گذاشته، اون ادیتور هم همینو گذاشته تو برنامه. این جالبه. شاید گذاشتن که ریاکشن ها توی فضای مجازی بیشتر بشه، برنامه بیشتر وایرال بشه. یه جور سوء استفاده است به نظر من. هر کسی دیگه بود یا اکثر اونایی که گردانندن یا تو این برنامه یک چیزی میگفتن که آقا این حرف درست نیست، هار نمیخندیدن اینجوری که میبینیم تو ویدیو، یا این تیکر رو اصلا در می آوردن. خیلی این تیکر رو در می آوردن. یه برادر. نه، ولی وقتی میگیم اصفهان ما میگیم پولکی، مثلا سوغاتشون. خب مشخصه وقتی میگه افغانستان همه میگن تریاک. خنده داره ای. خنده داره است. واقعا خنده دار نبود خدایی. اگه گفتی بخندن اصلا خنده‌دار نبود. تمسخر یک مردم، تمسخر یک کشور و اونا را یاد کردن با یک زخم ناسوره که سالهاست با او زندگی میکنن. یک زخم عمیقشان است. این یعنی نجات پرستی. نجات پرستی خنده نداره، خجالت داره، ترس داره. مهم نیست که یک کشور رو با چی میشناسن، مهم اینه که با کیا میشناسن. افغانستان رو با مولانا و رابعه بلخی و بو علی سینا و خواجه عبدالله انصاری میشناسن. افغانستان رو با دکتر آریان میشناسن و ایران واه این دکتر وحید آریان فکر کنم تو انگلیس بود. رو با پروفسور سمیعی. آقای قیاسی، هر ملتی یک زخمی داره ولی هیچ انسان آگاهی با زخم یک ملت شوخی نمیکنه. از معروفترین های کشورم شروع میکنم که آثار به نظرم آقای قیاسی من گفتن که آقای جمشیدی فر اومده عذرخواهی کرده. حالا نمیدونم چقدر مورد پذیرش بچه‌ها افغانستان بوده یا نه، ولی اون گرداننده که اجازه میده تو برنامه‌ش همچین صحبتی بشه، همینو پخشش میکنه، کاتش نمیکنه، هیچی نمیگه، اون بیشتر مقصره. این نظر منه. میتونست چیزی بهش بگه یا بگه آقا اصلا این قسمت رو در بیارین، اینو نذارین آقای جمشیدی فر
این حرفی که زدی مناسب نبود. موقعی که تو میشینی هار هار میخندی فکر میکنی خیلی بامزه هر چیزی میگی، برنامه یه جوریه که هر هفته میاد عذرخواهی میکنه این آقای مجری به خاطر حرفایی که تو برنامه‌های مختلفش میزنه. خب چرا آدم یه کاری بکنه بعدم پشیمون بشه؟ مثل بت‌های بامیان، ارگ هرات و صدها جای دیگه، از فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات، از شخصیت‌های مهمی که در اون کشور بودن مثل مولانای بلخی، رابعه بلخی و گوهرشاد بیگم، از سنگ‌های قیمتی که داره مثل لاجورد بدخشان. آقای عباس جمشیدفر، زمانی که صحبت از افغانستان شد تو میتونستی از مردم صحبت کنی که در هر شرایط به کنار مردمش وایساد، در غم، در شادی. این صحبتی که شما کردید برگرفته از 40 سال دروغ آقا مرتضی حالت رسانه چطوره؟ است که متاسفانه مردم فکر میکنن افغانستان جز تریاک و چیزهای بد چیزی نداره. اگر همچین سوالی ازم میپرسیدن قطعا تنها چیزی که تو ذهنم میومد انسانیت، مهمان نوازی، انسان دوستی، شرف و خیلی چیزهای دیگه بود. 4 ماه تو جنگیم، وضعمون رو ببین. این مردم درد کشیده 48 سال تو جنگن، نیم قرن، اما بازم مردمی زحمتکش، مهربون و با ایمانن. و این خیلی من با بچه‌ها افغانستان در ارتباطم، حالا تو این یک سالی که گذشته ارتباطمون بیشتر شده. خیلی آدمایی هستن که حداقل اونایی که با من در ارتباطن خیلی لطف دارن و خیلی قلب مهربونی دارن، تا جایی که میتونن کمک میکنن بی‌منت و خیلی هم از راه دور محبت دارن، هی دعوت میکنن مهمون. به نظر ما جمشیدیفر باید کارتو جبران کنی، باید سفر کنی افغانستان. فکر کنم عباس جمشیدیفر بره، البته ازش مهمون نوازی میکنن، قطعا خیلی ها ازش مهمون نوازی میکنن و بهش محبت میکنن. تو خصلت افغان‌ها این هستش. حرف تو دور از انسانیته با این ملت. حرف نامناسب. من دوستش دارم عباس جمشیدیفر رو، کاراشو دیدم، کلی خندیدم با ویدیوهاش، ولی خب میگم خیلی بد بود حرف. خجالت کشیدیم از اون چیزایی که در مورد این مردم فکر میکردیم. انقدر مهربون بودن، با اینکه دیدیم افرادی رو که هیچ از لحاظ مادی خودشان نداشتن، ولی هر آنچه رو که داشتن در اختیار ما گذاشتن، با روی باز و با توی ویدیو داریم با کلمه به افغانستان خوش آمدید از ما پذیرایی کردن. یعنی توی مدت حدود 1 ماه دو رفت و برگشت ما توی افغانستان بودیم، ذره بی احترامی از هیچ انسانی اونجا ندید. فوق‌العاده. خیلی حرفا. من اینا رو آوردم در ادامه اون ویدیو که شاید اون دوستای ایرانی یا بچه‌ای که میان برای ویدیو رو برای اولین بار میبینن ببینن که شرایط چه جوری بوده موقعی که یه ایرانی رفته میشه افغانستان. گفت از این 1 ماه سفرمون 4 یا 5 شبشو به اصرار خودمون تونستیم کمپ بزنیم. درست. بقیه سفر رو به طور کامل مهمان مردم افغانستان، یعنی اجازه نمیدادن ما کمپ بزنیم. خب چرا خیلی متوجه شدن که شما مثلا گردشگر هستین؟ از نوع دوچرخمون معلومه، ولی توی فضای مجازی خیلی دنبال ما یعنی منظورم که مثلا شاید عده‌ای از مردم منتظرتون بود که در شهر اونا برسین. بعضی وقتا توی فضای مجازی بهمون پیام میدادن که کجایید، الان میگفتیم اینجوری، میگفته فردا تو شهر مایید، من اینجا منتظرتونم. بدونید آدم‌ها رو با این دوست ما رفته بود، به خودش پیام میدادم، اون موقع پیامش زیاد بود نمیدید، به من پیام میدادم، به دوستای یوتیوبر دیگه پیام میدادم، میگم آقا فلانی اومده اینجا، اگه شما باش ارتباط داری یا شماره‌شو داری بهش زنگ بزن، بگو بیاد خونه ما، بگو بیاد مهمون ما باشه، بگو بیاد اینجا. اینجوری محبت دارن. حالا نمیدونم اسم افغانستان میاد، بعضیا هنوز هم شاید این تصور مثلا 10 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، طبیعی بود، فضای مجازی اینجوری نبود، این همه اطلاعات راجع به افغانستان بیرون نیومده بود، ولی تو این 2 سال اخیر همه تقریبا دیدن، تقریبا با خواننده‌هاش آشنا شدن، فضا طبیعیشو دیدن، میدونن شرایط اونجا چطوره و دیگه پذیرا نیستم وقتی همچین چیزی رو تو امسال تو این تاریخی که هستیم بگی. قطعا تو خوبی افغانستان هم دیدید، چرا اصلا اینو باید بگی؟ میشدن. جالبیش اینجا بود که مثلا ما میرسیدیم یه جایی، میرفتیم خونه یک نفر، 5 نفر دیگه میومدن میگفتن باید اینجا، گفتم ما نمیتونیم بمونیم یه جایی، ما باید توی سفرمون ادامه بدیم و بریم. واقعا فانتزیم به معنی واقعی و خواستم این بود که اولین کشوری که شاید از مملکت خارج بشم بخوام برم ببینمش. به نظرتون کجاست؟ اولین تصویری که برای من شکل گرفت و یه رسانه اینو برای من ساخت. واقعا دوست دارم ببینم که منو چجوری دیدین. ژاپن. شما چند سال پیش شما رو اونجوری ندیدم. 5 سال پیش. نه همین بودم، یه ذره جوان‌تر، یه ذره سفیدی‌ها کمتر بود. شما چی فکر می‌کنید؟ مثلا من دوست داشتم برام کجا رو ببینم و اگه بگم تعجب می‌کنید. افغانستان. من کتاب بادبادک‌باز خالی مثل من دیگه، من کشوری که دوست دارم ببینم همین افغانستان. و اگه بگم تعجب می‌کنید. افغانستان.
من کتاب بادبادک‌باز خالد حسینی بله، رو خوندم منم خوندم و واقعا دوست داشتم برم افغانستان تا اینکه حالا مسائل سیاسی اتفاق افتاد، دوباره طالبان اومد سر حالا رفتی کار یا اینا. نرفتی؟ نه نرفتم متاسفانه. ولی میگم واقعا خیلی دوست داشتم. متفاوته اون تصویری که دقیقاً همین الان همینو داریم. میخوام بگم. دقیقاً همینو میخوام بگم. من اون کتابو که خوندم، ببین این حالا یک ما- برنامه است، این یک مجریه، اونم یک مجریه. این مجری چه برخوردی داره؟ اون ببین آدم همیشه باید موقعی که یه ویدیو میبینی یا یه برنامه ساز دنبال میکنی به یه سری چیزا ظریف هم دقت کنی، ببینی آقا طرف چطور داره، از چه راهی داره برنامه میسازه، چطور میخواد خودشو پرزنت کنه، برنامه‌هاشو ببره بالا، ویوهاشو بیشتر کنه، از چه راهی. اینا مثلا چیزایی که من میبینم همیشه دقت اینکه حالا میکنم. مسائل سیاسی اتفاق افتاد، دوباره طالبان اومد سر حالا رفتی کار یا اینا. نرفتی؟ نه نرفتم متاسفانه. ولی میگم واقعاً خیلی دوست داشتم. متفاوته اون تصویری که دقیقاً همین الان همینو داریم. میخوام بگم. دقیقاً همینو میخوام بگم. من اون کتابو که خوندم، حالا ما مهاجر پذیر شاید کشورمون نباشه به معنی مثلا اروپا یا آمریکای شمالی، ولی مسئله اینه که ما مهاجر پذیر هستیم، مهاجر جنگی پذیرفتیم و خیلی از افغان‌ها تو کشورمون هستن. من وقتی با افرادی که میدیدمشون تو ایران تو مشاغل مختلف باشون صحبت میکردم، بهشون میگفتم که این اینجوریه، به معنی واقعی کلمه گل از گلشون میشکفت که یه کسی تو ایران اولا به ما نمیگه افغانی، باید پولمون رو به عنوان صفت به کار نمیبره، به ما میگه افغان، و بعد میدونه ما 4 گروه عمده ایم، میدونه که ما پشتون داریم و هزاره و ازبک و تاجیک، میدونه که این اتفاق افتاد و این از قالب یه داستان از قلم فوق‌العاده خالد حسینی در اومد تو. کتاب بادبادک‌باز رو نمیدونم چند نفرتون خوندین. من کتابای مطرح دنیا رو خوندم، اونایی که خیلی معروف بوده. شاید کلا تو کل زندگیم به جز کتاب‌های درسی 30 تا کتاب خونده باشم که جز بهترین کتاب‌های دنیا بودن و این بادبادک‌باز خالد حسینی یکی از بهترین هاست. یعنی موقعی که شما از اون صفحه اول شروع می‌کنی به خوندن، تمام اتفاقاتی که داره تعریف می‌کنه مثل داستان، مثل یه فیلم از جلو چشت همش گذر میکنه، همه رو تصور میکنی. یه قلم خیلی قوی داره و حالا من نمیدونم کتاب دیگه هم داره یا نه، خیلی لذت بخشه بادبادک‌باز اگه نخوندین. و این از قالب یه داستان از قلم فوق‌العاده خالد حسینی در اومد تو اون کتاب. حالا که من گفتم 1000 خورشید تابانش هم خیلی درجه یکه. واقعا دوست دارم برم افغانستان رو ببینم و الانم اگه نمیرم دوباره به خاطر همین تصویری که رسانه برام ساخت. What are some countries that people warned you not to visit, but you went and you had a good time? Probably Iran is one of those, as you would know. Everyone کدوم کشوری که بهت گفتن نرو تو رفتی و دیدی اونجوری که میگفتن خطرناک نبوده؟ thinks a certain thing when they hear that country's name, but I decided to visit and I was scared, but I had an amazing time. The people are extremely friendly. The city of Tehran is amazing. Persian food is some of the best in the world, and they actually also have fake fast foods there. I tried Burger Queen, McDonald's, and Domino's with a Z, but the whole تو country ایران همه چی فیک داریم، آدیداس، نایک، پوما، چه میدونم، همه چی فیکش هست، فست فود، اینا همه is چی. amazing. There's so much diversity, so many different places that you can visit. From my experience, I had an amazing time there, and the people were wonderful. Another one is probably Afghanistan, which is a very similar kind of circumstance to Iran, where people think it's this terrible place, but I went there. The hospitality is amazing. The natural beauty of Afghanistan is absolutely beautiful. You're in a huge canyon in some of these places. In the north, Bandar Amir Lake is one of the most beautiful places I've ever been in the world, and I think one of the main reasons that Afghanistan was so amazing is just because you go there with kind of a view of what you've been told in the media beforehand, and then you go and experience it. And ببین موقعی که یک خارجی، حتی یک توریستی که سفر کرده به 2 تا کشور ما رو خیلی شبیه به هم میبینه، زبانمون رو یکی میبینه، حتی راجع به مهمان نوازی هم صحبت میشه و اون تصور منفی که داشته 2 تا کشور رو یکی میبینه. یعنی این تصوری که توی ایرانی راجع به افغانستان داری که اینجوریه فلان اینا، خارجی‌ها راجع به ما، راجع به ایران و افغانستان دارن و ما فقط میتونیم این تصور رو شاید یکم بهتر بکنیم با فعالیت تو فضای مجازی، با کارهایی که هنرمندا که تریبون بزرگتری دارن میتونن انجام بدن. ما ایم که شاید بتونیم یک تصویر بهتری رو ارائه بدیم. This is Afghanistan. این افغانستانه دوست عزیز، ندیدی ببین. But still, it is more beautiful than many other countries. بی‌نظیره. یعنی به این فکر کنم نورستانه. مخلصم. ما یه سری ویدیو هم بعدش آوردیم بعد اون صحبت ها که البته ازش گذشته. من ترجیح دادم اون موقع راجبش صحبت نکنم چون ممکن بود نظر بدی بدم یا انرژیم خیلی منفی باشه، باعث ناراحتی بچه‌ها بشه. مرسی. به هر حال شما اگر نظری دارین در قسمت کامنت ها حتما با من به اشتراک بذارید. متشکرم تا اینجا با من همراه بودید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید و خداحافظ همگی.